تعطیلی بین‌المللی مثلا اونجوری که فکر می‌کردم نشد. هفته اول تو سگ سیاه افسردگی گذشت و عملاً هیچ کار مثبتی انجام ندادم. هفته دومم که الان توشیم باز تا اینجا هیچ کار مثبتی انجام ندادم. مثلا گفتم امروز بزنم از خونه بیرون و مثل یک آدم نرمال یه ذره به زندگیم بپردازم. اولش برای تنظیم روحیه رفتم که ناخونامو درست کنم. بعدم پیاده راه افتادم به سمت کوروش که برم یه سر به نرشه چشمه بزنم. این قهوه‌ام صبحونه امروزم. نگار اگه این ویدیو رو می‌بینی اومدم واسه کاغذ کادو خریدم. اومدم خونه و سعی کردم که کادوی نگار رو کادو کنم. من تولدم 17 دیه، نگار 17 بهمنه. بعد همیشه این مبادله کالا به کالاه تا من کادو میگیرم بعدش باید سری کادو بدم. یکم نشستم پشت پیانو، بعدش رفتم ببینم واسه مامانم چیزی پیدا میکنم. واقعا چرا همه تو بهمن به دنیا اومدن؟ بعدش رفتم چنلمو چک کردم، دیدم ویدیوهام از سری پیش خیلی رفته بالاتر. پس فکر کنم این دوشنبه بهتر از هفته پیش گذشت. خدافظ.